امیررضا اسلام طلب، متولد 10 بهمن ماه 1381. امیررضا اسلام طلب یکی از جوانان فوتبال ایرانه که در 10 بهمن ماه 1381 در گرگان متولد شده. امیررضا با قد 173 سانتی متر و پای تخصصی راست در پست مهاجم با شماره پیراهن 97 برای باشگاه گلگهر سیرجان در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکنه. فوتبال خودش رو از آکادمی کیا زیر نظر مهدی مهدوی آغاز کرده و در رده‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان این آکادمی حضور داشته. امیررضا با درخشش در آکادمی کیا مورد توجه مربیان تیم ملی پایه قرار میگیره و همراه با تیم ملی زیر 16 سال و زیر 20 سال فوتبال ایران در مسابقات بین‌المللی مختلفی شرکت میکنه. در سال 2023 با قراردادی رسمی به باشگاه گلگهر سیرجان ملحق میشه. تکنیک بالا و دوندگی مستمر از ویژگی‌های مهم امیررضا اسلام طلبه که اونو به یکی از جوانان آینده‌دار فوتبال ایران تبدیل کرده. امیررضا اسلام طلب عزیز، جوان آینده‌دار فوتبال ایران، تولدت مبارک.